مرافع دادگاهی عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده وکیل دفاع که آژانس ضد فساد او را با قلابی گمانبر می‌داند در روز دوم هم به تأخیر گذاشته شد. آژانس مبارزه با کروپسی عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده را با آن گمانبر می‌داند که گویا از سیمراد سعیدوف یک ساکن ورزاب $500 طلب نموده است. حالا 15 وکیل دفاع از حقوق‌های این ادوکات در دادگاه حمایت می‌کنند. به گفته وکیلان دفاع، مبلغی به عبدالعزیز داده شده در اساس شرطنامه حق کار ادوکات بوده است و قانون این را منع نمی‌کند. در حالی که سازشنامه بسته می‌شود، موجود بودن همه گونه جنایت علیه این کار کرده میشه. سازشنامه بسته شده است، نو بسته از اون همون مبلغ در تاریخ 17 سال 2019 به ادوکات میدهد، درسترش به بالای میزش میگذارد و هنگامی که سازشنامه آماده شده نسخه اول رو امضا میکنه و گرفته از در میبرد و کارمندان فوری در اومده ادوکات مورد دستگیر میکنه. به گفته وکیلان دفاع، بعد بازداشت عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده برای آنکه طلب کارمندان آژانس ضد فساد درباره پاره دادن به یک دادرس را رد کرد، شکنجه شده است و علاوه بر آن به ضد خودش پرونده جنایی باز کردند. در همون حالتی دستگیر کردن، پس از اون نسبت وی در خط هم واقعا همین شکنجه تطبیق شده است در حجره کاری وی. روز 8 آگوست برای فهمیدن موقع آژانس مبارزه با کروپسی در مورد لطوکوب عبدالرحمن‌زاده از طرف کارمندان این نهاد به آژانس مراجعت کردیم. مقامات آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی حاضر نشدند قضیه را به خبرنگاران رادیوی آزادی شرح دهند و موقع خود را در این باره روشن کنند. خود عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده از سوی کارمندان ریاست این آژانس در شهر دوشنبه بازداشت شده است، ولی نخست در ریاست آژانس در شهر دوشنبه به ما گفتند که در سرریاست این آژانس در محله 46 شهر دوشنبه قضیه را به شما شرح خواهند داد، ولی ما حالا که در اینجا قرار داریم یگان مسئول این آژانس حاضر نشد به خبرنگاران رادیوی آزادی شرح دهد که نظر آژانس درباره بازداشت وکیل دفاع عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده چی است. در صورت شرح دادن این مسئله از طرف آژانس نظر آنها را هم نشر خواهیم کرد. کمیسیون بین المللی حقوقشناسان نیز خواستند مسئله شکنجه شدن عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده جداً تفتیش شود.